السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن عید سعید و قربان، عید ایثار و تلاش و مجاهده، عید احیا نمودن سنت جد توحید حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزند ارشدش و فرزند خلفش منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و تبریک و تهنیت عرض می کنم به مناسبت فرارسیدن ایام مبارکه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی. از خداوند متعال خواهانیم که در این ایام پرتراوت با ترنم قرآن و احادیث و سنت‌های پاک رسول الله قلوب همه ما را متوجه ذات احدیت خیش بگرداند. با توجه به این که وقت گذشته و فکر میکنم به پایان رسیده و طبق قولی که به سروران داده بودیم، متاسفانه با توجه به این که سروران از این صحبت فرمودند و همه ما استفاده کردیم، جمع بسیار گرم و پویا و با معنویتی است. انشاءالله با هم همراه هستیم به استقبال صحبت‌هایی که از دهان حقیر از صحبت‌های الله ذوالجلال و رسول معظم اسلام میشنویم. صلوات غرای دیگری عنایت فرمایید. چند دقیقه‌ای که در خدمت سروران هستم پیرامون حقوق بشر، این موجود دو پا در روی زمین، از دیدگاه اسلام کلمات شکسته عرض خواهم کرد. از دیر باز دانشمندان پیرامون آینده و پیشرفت بشریت اظهار نظر کردند. این دانشمندان به بشریت نوید میدهند که در آینده با توجه به پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی با هیچ مشکلی اهم از مشکلات خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نخواهند داشت که هیچ، بلکه هیچ یک از حقوق اونها نقض نخواهد شد و زندگی راحت و ایدئال و مدینه فاضله از حالت رؤیا در آمده و به واقعیت تبدیل خواهد شد. به همین دلیل سازمانهایی با نام پرطمطراق سازمان حقوق بشر تأسیس کردند، احداث کردند، بنا کردند تا این سازمانها بتوانند حقوق بشریت را، حقوق اولیه اونها را به اونها برگرداند و حکومت خودشان را، مردم سالاری دینی رو، دموکراسی، جمهوری و سکولاریسم رو به بشریت اهدا بکند. اما اگر حقیقت را ما نگاه بکنیم، امروز بازار بدنامی و بدآموزی گرم هست که اسلام نه تنها شایستگی رهبری جهان بشریت رو ندارد، بلکه شایستگی رهبری خود مسلمانان رو هم ندارد. در حالی که اگر ما خوب این مسئله رو مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر غیر از این که بر سردمداران کفر و کسانی که بر اریکه ظلم و استبداد نشستن هیچ گونه حرفی نمیزنند و جایی که منافع اقتصادی اونها در خطر باشد، منافع سیاسی و اجتماعی اونها با چالش مواجه شود، هرگز اونجا سازمان حقوق میزنند و زبان اینها رو مار میگزند. اما اگر آمریکا و انگلیس و گرگهای درنده صهیونیست با سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی و با هواپیماهای بی-52 آمریکا بر سر زنان و اطفال و کودکان مردم افغانستان، عراق، فلسطین اشغالی، بیت المقدس عزیز شب و روز فرو بریزند، سازمان حقوق بشر اینجا لال می شود و حرف نمی زند و دم نمی زند. غیر از این نیست که اینها نوکران حلقه و گوش و نوکران و غلامان خان آمریکا و اسرائیل جنایتکارند. برادران عزیز، در واقع من امروز فقط با صحبت گذرایم میخوام این نکته را اثبات بکنم که در طول حیات بشری بسیاری از سیاستمداران
احزاب، نهضت‌ها، ملت‌ها، دولت‌ها اسمهای مختلف خواستن این قرعه رهبری جهان بشریت رو و زمامداری انسانیت رو به نام خودشان تمام کنن و ثبت بکنن، ولی هرگز نتوانستند و نخواهند توانست. اگر ما به تاریخ بشریت نگاهی بیفکنیم متوجه خواهیم شد که از ابتدای آفرینش تا امروز تصورات حقوق بشر در ذهن بشریت در هر حال و همواره قابل تغییر بوده است. در قرن 18 و 19 میلادی روی آوردن به علم و دانش و نشستن بر اریکه دانش و پژوهش رو بزرگترین سرمایه بشریت می‌دانستند و فکر می‌کردند اگر بشریت دنبال علم و دانش برند، البته علم منهای دین، قطعا مشکلات اونها حل خواهد شد. اما بعد از تحقیق و بررسی خود همین پیش قراولان علم و صنعت و تکنولوژی به این مسئله پی بردن که با توجه به اینکه این دکتر رو نباید فراموش کرد، علم خدمات ارزنده‌ای به بشریت ارائه داده. اگر ما امروز می‌بینیم که گنج گرانبهایی به نام نفت رو از زیر هزاران متر زمین بیرون میاریم و استفاده میکنیم، اگر بشریت توانستن با علم و اختراع و زندگی ماشینیزم توانستن کوچکترین ذرات ماده رو بشکافد و نیروی معجزه آسایی رو به نام اتم استثمار خودشان بکنن، اینها جای عجب نیست. ما هم میپذیریم خدمات ارزنده انجام داده است، ولی که علم منهای دین، علم منهای اسلام هیچ گونه پیامدهای مثبتی نخواهد داشت. همین مؤسسین علم و پیش قراولان این حرکت و این نهضت که قائل بودن هر جا علم بیاد دنیا گلستان می شود، بعد از اینکه متوجه شدن نه تنها علم حقوق اولیه مردم را به اونها نداد، بلکه هر جا که علم منهای ایمان قدم گذاشت زندگی را بر مردم ظلمت کده و ماتم کده ساخت. جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بزرگترین دستاویز ما مسلمانان است. آیا در جنگ جهانی اول بیش از 9 میلیون انسان دو پا به خاک خودشون نغلطیدن؟ آیا در جنگ جهانی دوم بیش از 17 میلیون نفر سرشان بر روی زمین نیفتاد و برای همیشه به درک واصل نشدن؟ آیا 27 میلیون انسان ناقص العضو که برای همیشه ناقص شدن برای بشریت به عنوان بالاخره مایه ننگ باقی نماندن؟ آیا 20 میلیون لیتر خون بر روی زمین اهدا نشد؟ آیا 400 میلیارد گلوله و بمب هایی که میتواند بزرگترین چه کار کردن؟ بشریت رو بدبخت کردن، به پرتگاه نابودی و به مرز انقراض رساندن. اینها کسانی بودند که از علم و صنعت خودشان را به رخ جهانیان میکشوندن. آیا بمب هایی که میتواند بزرگترین سرمایه زندگی بشریت باشد، دو شهر صنعتی و بزرگ هیروشیما و ناکازاکی رو با اون همه جمعیت در یک روز تبدیل به خاکستر نکرد؟ آیا مسابقات تسلیحاتی امروز، سلاح‌های هسته‌ای که امروز جهان رو در دره وحشت افکنده و تا مرز انقراض و نابودی کشیده، مایه و دسترنج پیشرفت همین علم و صنعت و تکنولوژی نیست؟ بسیار افرادی بودن در دنیا خواستن زمام امت رو به دست بگیرن و نام حقوق بشر را به نام خودشون ثبت بکنن. ناپلئون، هیتلر با اون همه جنایتشون دنیا رو سوزندن. عرض خدمت شما کارل مارکس، لنین، استالین، جمال آتاتورک، بوش، شارون، همه اینها گرگ صفتان دوران در ایام خودشان، در ایام حکومت خودشان، غیر از قهر و غضب و بدبختی و الواتی برای مردم چیزی به ارمغان نیاوردن، ولی همونها با اون همه جنایت دم از بالاخره حقوق بشر میزدن و اینکه اسلام لیاقت نداره که حقوق بشر رو رعایت بکنه. اما وای بر شما، نظامهای زیادی آمدن، نظامهای سوسیالیست، ناسیونالیست، نظام فاشیسم در ایتالیا، نظام نازیسم در آلمان، فئودالیسم، مارکسیسم، فناتیسم و هزاران اسمهای دیگر که اگر بگم هزاران، بیشتر از هزاران اسم برای خودشون درست کردن. هر نظام و هر مکتب و هر نهضت و هر جنبشی آمدن،
تا اینکه قرعه برگزاری حقوق بشر را به نام خودشان تمام بکنن. در زمانی که رسول معظم اسلام هم قدم به عرصه ظهور گذاشتن و به بعثت مبعوث شدن و نخستین کلام روح بخش لا اله الا الله محمد رسول الله را بر فراز کوی صفا بر بلندای تاریخ اعلان کرد، بشریت اون زمان همدم از حقوق بشر میدادن. اما اگر ما تاریخ رو مطالعه بکنیم، چرا دوران اون قرن ششم میلادی را دوران قرن جاهلیت می‌نامند؟ آیا زنان رو و دختران رو زنده به گور نمی کردند؟ آیا زنان از کمترین و اولیه ترین حقوق خودشان محروم نبودند؟ ارث برای زن معنایی نداشت. زن درون خانه تصمیم بگیره معنایی نداشت. غلامان و برده ها به نام انسان یاد نمی شدن، بلکه مالک و اربابش طوق و زنجیر را بر گردنش می انداخت و هر بلایی که به سر دلش میخواست بر سر غلامش در می آورد و هرگز این فکر را و این فرهنگ در ذهن او نمی گنجید که غلام را و برده را به عنوان بشر معرفی بکند. اما هنگامی که اسلام عزیز آمد، امروز در جهان بشر بسیاری مدعی به رسمیت شناختن حقوق بشر هستند و بروشورهای زیبایی در سر دنیا با پلاکاردهای بزرگی بلند میکنن که باید حقوق بشر رعایت بشه و دموکراسی برای مردم بیاد. با بمب‌های عرض خدمت شما B-52 موشک‌های کروز میخواد دموکراسی رو برای مردم بیاره، مردم سالاری دینی رو در میان کشورهای اسلامی پیاده بکنن. سازمان بین العزیز، متاسفانه من این صحبت‌ها رو به خاطر این میکنم که بسیاری از مسلمانان ساده‌لو به ویژه رؤسای دولت‌های اسلامی متاسفانه گوش به اراجیف و اعمال بسیار زشت و قبیح اینها دادن و گفتن بله، هر تصمیمی که سازمان به اصطلاح حقوق بشر و سازمان بین الملل اون رو تصویب بکنن، هر لایحه‌ای رو که تصویب بکنن، ما مسلمانان سمعا و طاعتا قبول میکنیم. خاک بر سر این مسلمان ها. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست. ما مسلمانان غش داریم. هر فرد پرستار طبیعت شده امروز، مردم همه بیرون ز شریعت شده امروز. اسلام گرفتار مذلت شده امروز، صدق است که بدبختی امت شده امروز. بر رغم عدو بهر خدا بال و پری کن. اگر انسان مسلمان خواب باشه، خوابیده رو میتوان بیدار کرد، اما اگر کسی خودش را به خواب بزند نمیشه بیدارش کرد. مسلمانان امروزی خواب نیستن، خودشان را به خواب زدن، گوش کرشان را به طرف احادیث رسول الله و فرمایشات مقدس اسلام نمودند. بیاییم حقوق بشر را در قاموس اسلام و معارف اسلامی جستجو بکنیم. اساس نامه‌ای که رسول معظم اسلام به جهانیان نشان داد، پلاکاردها و بروشورهایی که رسول معظم اسلام در قالب نزول قرآن و احادیث گوهربار و سنت‌های پاک و مقدس خودش به جهانیان ارائه کرد، اینها رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. آیا در اسلام حقوق بشر رعایت می شود یا در غیر اسلام؟ آیا اسلام شایستگی و لیاقت ایجاد نمودن مردم سالاری و دموکراسی و نظم و امنیت و حقوق بشر رو دارد یا غیر؟ صلوات غرای عنایت بفرمایید. در اسلام اول از همه جان انسان از هر چیز برای انسان عزیزتره. و همین خاطر قرآن عظیم الشأن و اسلام عزیز نخستین حق یک انسان رو، اعمد مسلمان و غیر مسلمان، حفظ جان رو قرار داده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق.
نفس مردم را، جان مردم را آماج تیره های مسموم و زهراگینتان قرار ندید. صحابی رضوان الله علیه میاد در غزوه‌ای، یکی از کفار رو گیر میاره، بر اون میتازد، با شمشیر خودش رو بلند میکنه که بر فرقش فرود بیارد. اون کافر میگه لا اله الا الله. صحابی فکر میکنه که این از ترس کلمه را گفته، شمشیر خودش را بر فرقش فرود میارد و اون را برای همیشه از صفحه گیتی محو میکند. هنگامی که این خبر به سمع رسول معظم اسلام میرسد، رهبر بشریت و بزرگترین مدافع حقوق بشر پیامبر خدا رنگ مبارکش قرمز و رگهاش ورم و باد میکند و میفرماید ای صحابی من، حلا شققت قلبه، چرا یک مسلمانی را کشتی؟ چرا یک جان انسان آزاده ای را بدون جهت از بین بردی؟ گفت یا رسول الله، اون از ترس کلمه خواند. گفت ای صحابی من، آیا قلبش را شکافتی و دیدی که از ترس گفت؟ چرا جان مسلمان ها را الکی از بین میبری؟ اون صحابی را پیامبر خدا که اون صحابی در اون لحظه آرزو میکند که ای کاش قبل از این من مسلمان نمی بودم و امروز مسلمان می شدم، چون که خشم و ناراحتی پیامبر خدا را نمی توانستم تحمل بکنم. در تمامی غزوات جزء مفاد قانون اساسی مسلمانان بود که شما بر کودکان، اطفال، سالمندان، کسانی که اهل حرب نیستند و جنگ نیستند، بر اونها نتازید. و به همین دلیل وقتی به مدینه منوره آمدن، هرگز رسول معظم اسلام پیشتاز به جنگ و خونریزی و این مسائل نبود، بلکه پیامبر خدا اکثرا در تمامی غزوات حالت دفاعی رو داشتن. اونها حمله میکردن، رسول خدا موظف بود که بالاخره از خودشون دفاع بکنن. بحث بسیار گسترده است. حفظ جان، دوم حفظ مال مسلمان، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قرآن عظیم الشأن که دومی هر انسان و موجود دفاع رو در روی این کره خاکی بیان میفرماید که به هیچ عنوان شما اموال یکدیگر رو به غارت و چپاولگری نخورید. در غزوه خیبر هنگامی که مسلمان ها قلعه خیبر رو محاصره میکنن، یک چوپان یهودی که گوسفندان مال فرد یهودی هست آوازه رسول خدا را زیاد شنیده بود، میاد دنبال رسول الله، دنبال گم شده خودش میگردد. محمدی که سالها شاید به انتظار نشسته بود یک زمان بهش ایمان بیاورد، گوسفندان خودش رو رها کرد، آمد نزد لشکر اسلام. گفتن شما سراغ محمد رسول الله رو به من بدید. صحابه گفتن پیامبر خدا فرمانده کل قوا درون خیمه نشستند. این جا خورد، گفت فرمانده کل قوا، رهبر مسلمان ها داخل خیمه؟ گفت بله، خداست، براش تفاوتی نداره. حرکت میکنه، میاد نزد پیامبر خدا، میگه رسول الله من میخوام ایمان بیارم، اگر ایمان بیارم چی میشم؟ رسول خدا فرمود تو برادر ما میشی. گفت سبحان الله، من چوپان، من غلام، من برده، من سیاه‌پوست، من از قوم معتبر و نجات و ملیت سطح پایین و شما قریش برادر شما میشم. گفت بله. پیامبر خدا فرمود که اسلام مخالف همه امتیازات نسبی است، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یک دیگر پیوسته ایم. نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یک دیگر پیوسته ایم. برادر شدیم، انما المؤمنون اخوه. برادران بلال حبشی رو در کنار خالد ابن ولید می نشاند، بلال حبشی رو در ردیف ابوبکر ها و عمر ها می نشاند و صعود می دهد. تو ای کودک منش خود را ادب کن، مسلمان زاده ای ترک نسب کن، به رنگ احمر و خون و رگ و پوست عرب نازد اگر ترک عرب کن. نه افغانیم نه ترک و تتاریم، چمن زادیم و از یک خاک ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم، ما پرورده داماد محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. اون صحابی جا میخوره، میگه قربان اسلام برم. لذا کلمه زیبای لا اله الا الله محمد رسول الله را میخواند. پیامبر خدا قبل از این که به ایشون دستور نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن رو بده، میگه اموال گوسفندان یهودی را به صاحبش برگردان. صحابه میگه یا رسول الله، اونها به خون تو تشنه‌اند، اونها هر لحظه
قتل تو را، نقشه های قتل تو را طراحی میکنن و شما مالشون میخواد، مال باد آورده که دست من است میخواد اونها برگردانم. گفت به خدا قسم ایمانت کامل نمیشود و هرگز اجازه نماز خواندن و روزه گرفتن و سایر عبادات رو بهت نخواهم داد تا زمانی که اموال اونها را سالم به اونها بر نگردانی. کجا سازمان های حقوق بشر؟ مال غنیمت پیامبر خدا میتوانستن راحت اونها را بخورن، ولی طبق قولی که این مسلمان با رئیس خودش داده بود، با اربابش، رسول معظم اسلام نخواست قولی یک مسلمان نقض بشه. حفظ مال، حفظ آبرو. سبحان الله، آیا در آیینی مانند آیین اسلام آبروی مسلمان و یا انسان حفاظت شده؟ هر روزنه‌ای که، هر گلوله‌ای که آبرو و جامعه جهی اجتماعی یک انسان رو داشتیم دور حمله و آمر خانه خدا طواف میکردیم، پیغمبر خدا فرمود ای کعبه تقدس و پاکی و حارس بسیار بالاست، اما بسیار بالاست، اما به خدا قسمه این کعبه بالاتر است. و فرمانه تمسخر، همه اینها عیب جویی، همه اینها رو رسول معظم اسلام بالاخره ممنوع قرار دادن و میفرماید حضرت عبدالله بن مسعود روزی با رسول معظم اسلام داشتیم دور بر خانه خدا طواف میکردیم، پیامبر خدا فرمود ای کعبه تقدس و پاکی و طهارت و بسیار بالاست، اما به خدا قسم که آبروی یک مسلمان 1000 مرتبه از شرافت که توی کعبه بالاتر است. و فرمود هر کس که آبروی مسلمان رو از بین ببره گناهش از تخریب کعبه و خانه خدا بزرگتر است. سبحان الله، مدافع حقوق بشر نیست؟ از آبروی مسلمانان تا چقدر دفاع؟ آقا حق نداره پشت برادر مسلمانش، پشت سر برادر مسلمانش غیبتشو بکنه، بدگویی بکنه. و پیامبر خدا فرمود به من غیبت کردن به منزله زناست و از زنا بدتر. نه کسی که غیبت میکنه و نه کسی که میشنود، هر دو تا پیامبر خدا ممنوع قرار دادن که حتی بدگویی برادر مسلمانت رو نگو که هیچ، بلکه نشنو با گوشاتو کر بکن ببند. حقوق زن، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مهنت اهله. حضرت عایشه صدیقه میفرماید رسول خدا تا زمانی که اندرون خانه بودن در خدمت اهلشون بودن، غذا در پخت و پز غذا، شستشوی لباسها، رفت رو خانه، سایر کارهایی که شاید ازواج مطهرات از عهده اونها بر نمی آمدن، رسول معظم اسلام خودش به عنوان رهبر بشریت این کارها رو میکرد. حقوق همسایه که بس گسترده است که پیامبر خدا میفرماید اونقدر جبرائیل در مورد حقوق همسایه و رعایت کردن اون حقوق به من هشدار داد که من فکر کردم همسایه از همسایه میراث میبرد. حقوق فرزندان، حقوق والدین، همه اینا به جای خودش که یک پدر باید در وهله اول حقوق یک فرزند رو رعایت بکنه تا فردا فرزندش فرزند سالمی بار بیاد، و اگر خدایی نکرده این پدر در راستای تعلیم و تربیت و احقاق و حقوق یک فرزند کوتاهی بکنه، هر وبال و بلایی که فردا به گردنش بیاد ظاهره دست خودش هست و باید خنجر بالاخره ملامت رو بگیره بر نفس و قلب خودش فرود بیاورد. آی پدرها ناراحت نباشید، فرزندان من شما از خود ما یاد میگیرد. آی پدری که ناراحتی از اینکه فرزندت میره سیگار میکشه، ناراحت نباش، این بوی گندی بوده که خودت کاشتی. وقتی که پدر به فرزند 5 سالش دست تو جیب میکنه میگه بابا برو یک پاک از سیگار ونستون بگیر بیار، یک پاک از سیگار فروردین تیر زهرمار بگیر بیار، این فرزند میخواد چی یاد بگیره؟ معلمی تعریف میکرد، میگو رفتم داخل کلاس دیدم 2 تا دانش آموز تا با همدیگر نشستن، یک دانش آموز 5 ساله و 6 ساله در مهد کودک خودکار رو لای انگشتاش کرده، بعد به این صورت گفته بابام اینجوری سیگار میکشه، مدل به صورت فرم جدید. از باباش نماز که ندیده بگه بابام اینجوری نماز میخونه، از باباش صداقت که ندیده، از باباش دیده بابا برو یک پاک از سیگار بگیر بیار، فردا ناراحته که چرا بچم سیگار میکشه، دستوری بودی که خودت دادی. چرا بچم دروغ میگه، آقا در میزنه در خانه به بچهش میگه برو بگو بابام نیست، تلفن زنگ میزنه میگه بچه جان من نیستم. فردا این پسر دروغ میگه که خود پدر رو بازی میده، پدر سر شاخ در میاره که این بچه از کجا یاد گرفته، و این حرفا رو از خودت یاد گرفته پدر عزیز. تربیت اسلامی از خانه های ما رخت بربسته، تربیت اسلامی نیست.
حق زن رعایت نمی شود، در صدا میکنه آقا به خاطر اینکه بده زن اینجوری رعایت، قسم به خانم جوانش میگه برو در رو باز کن، برو پیش نامحرم در رو باز کن و بگو شوهرم نیست. و رسول خدا به تعبیر پیامبر خدا چنین فردی که از رفتن زنش پیش نامحرما حفاظت نمی کند و ممانعت به عمل نمی آورد، به خدا قسم دیوس است، دیوس است، دیوس. و دیوس وارد بهش نمی شود. البته دیوس، معذرت میخوام به لفظ من و شما بد حرفیست، ولی پیامبر خدا خودش فرمودن چنین افرادی رو اسم دیوس را به اینها گرفتن. حقوق زن اینجوری رعایت میشه، حقوق فرزند اینجوری رعایت میشه. آقا فرزند وقتی که لب به سخن میگشاید در درون خانه یکی دشنام میده پدر کسی رو، باباش میخنده که خوشحال میشه که بچه‌م حرف زدن رو یاد گرفته. کاکتوس جایی که کودک ما اقبال، که تو به جای من این کلمات را بگی که کودک ما چون لب از شیر تو شد، لا اله آموختی او را نخست. لا اله بیاموز، لا اله الا الله رو بیاموز. تربیت فرزندان، حقوق دیگر، حقوق والدین. یک فرزند به مجرد این که موهاش کمی بزرگتر میشه و به فرم جدید میزنه دیگه باباشو نمیشناسه، فکر میکنه از زمین به آسمان پرواز کرده، اینقدر من میکنه من آی یک لحظه هم نیم من بشو، اینقدر یک من حرف نزن. تو فرزند همین پدر بودی و همین پدر تا دیروز تو را خشک‌تر میکرد با مادرش. و به خدا قسم دعای بد والدین هرگز پرده و حجابی بین خدا و بین دعای والدین وجود نخواهد داشت. مولانا محمد عمر سربازی استاد ما میفرمودن در پاکستان درس میخواندیم، یک پدری بود فقیر و مستمند، فرزندش لیسانس بود، لیسانس علوم سیاسی. هر زمان که داخل دانشجوها و همکلاسی‌ها و همکاراش میشد فردی خوشتیپ دارای پول و مال رو بطی میکرد. من شرمم بیاد. باباش میگو بابا جان هر چه پول میخوای داخل خانه بهت میدم ولی بیرون از خانه به من نگو بابا. من شرمم بیاد که جلوی بقیه تو به من بگی بابا. بابا یک روزی در حضور جمع یادش میره میگه بابا مقداری وسایل لازم دارم، به مجردی که میگه بابا دست نامردانه خودش را بر فرق پدر فرود می آورد و پدر نازنین خودش را با ریش سفیدش نقش زمین می کند. پسر وقتی که پدر وقتی به حالت رو می بیند زمزمه می کند که برای بشریت از این چه بهتر؟ قانون مدن دست بر فرق پدر همان شدن دست دست برای همیشه همان و به درک واصل شدن و از بین رفتن بعد از 10 دقیقه هم همان. فرزند برای همیشه به درک واصل شد. شما از همین پدر و مادرید. رعایت کردن حقوق والدین یکی دیگر از حقوق اسلامی هست که برای بشریت از این چه بهتر؟ قانون گرم خانواده رو، شوهر رو در اختیار زن، زن رو در اختیار شوهر، پدر رو در اختیار فرزند، فرزند رو در اختیار پدر، و این محبت ها و الفت ها و صمیمیت ها و خشونت زدایی ابتدا از خانواده ها شروع بشه در واقع، که اگر ما این بعض رو در خانه ها درست استفاده بکنیم. وقت گذشته یکی دیگه از حقوق مسلم اسلام اینه که بین حاکم و رعیت، بین پادشاه و ملت به هیچ عنوان تفاوت و فرقی قائل نمی شود. الله اکبر، الله اکبر. امروز مدافعین حقوق بشر از کردن فقط با زبان میگن، از زبان پایینتر نمیره. در مرحله عمل وقتی منافعشون در خطر باشن به خدا قسم 7 بلا به رد حقوق بشر میکنن. اما اسلام فقط حرف نمیزه، اسلام میدان عمل و عمل خودشون نشان داد به جهانیت که بین حاکم و رعیت، بین بالاخره اون رئیس جمهور و مردم و ملتش به هیچ عنوان تفاوت ایجاد نمی کند. من فقط به 2-3 نمونه خلاصه عرض بکنم و صحبت رو به پایان ببرم. در غزوه بدر، در کارزار بدر، رسول معظم اسلام داشت صفحه ها رو صفحه آرایی میکرد. خوب توجه کنم برادران، صفحه ها رو با چوبی که در دست داشت صفحه ها رو راست میکرد. شکم یکی شاید بزرگتر بود یا گنده‌تر بود یا خوب نایستاده بود. پیامبر خدا با چوبی که در دست داشت آهسته زد به شکمش که آقا برو داخل صف درست وایستا. حضرت سواد یکی از صحابه بزرگوار پیامبر خدا
و صحابی پیامبر خدا، در خدمت پیامبر، شاگرد پیامبر. یک مرتبه سواد صدا زد و آواز داد که یا رسول الله، من رو دردناک کردی، من از تو قصاص میخواهم. رسول معظم اسلام، رهبر بشریت، کسی که در مقابل کفار سفارایی کرده، بلا فاصله پیراهن مبارک خودش را بالا زد برای اینکه یکی از افراد رعیت خودش در حضور جمع انتقام و قصاص ضرب چوبی که آهسته رسول معظم اسلام بر شکمش فرود آورده بکوبد. رسول معظم اسلام آمد جلو. صحابه عجیب حالتی داشتن. صحابه خشم از چشمانشان فوران میزد، خون از چشمانشون میکشید، میخواستن سواد رو در یک لحظه تکه پاره بکنن. رسول معظم اسلام فرمود علی رسلکم، آهسته باشید، یواش، تا بگذارید قصاص خودش رو بگیره. چوب را داد دست یک از افراد رعیتش، آمد جلو. پیامبر خدا پیراهن خودش را دور کرد، چوب را گرفت. ناگهان حضرت سواد شروع کرد به بوسیدن شکم رسول الله. گفت یا رسول الله، قصدم آزردن تو نبود، ولی من فهمیدم که این آخرین ملاقات من با توست و الان در کارزار بدر به درجه رفیع شهادت نائل خواهم شد. لذا در این لحظات خواستم جسد مبارک و اطهر شما رو استشمام بکنم تا باعث نجات من از عذاب قبر بشه. نکته قابل توجه، کدوم رهبر امروز، کدوم رئیس یک مملکت میاد با یکی از افراد رعیت خودش اینجوری برخورد میکنه؟ میاد در محضر کودکان رد میشه، بچه ها دارن بازی میکنن، رسول خدا السلام علیکم و رحمت الله، سلام بر شما. بچه ها خوششون میاد که یک آدم کهنسال بوده سلام کرده. سلام نشنیده بودن، واژه سلام بر اونها بی‌معنی بود، باید بچه ها به بزرگترها سلام بدن، ولی آیین اسلام اینجوری نیست. رسول معظم اسلام به مجردی ها خوششون آمدن، بر اونها سلام داد، بچه ها خوششون آمدن که سلام رو شنیدیم. رضا رو فوراً رفتن دستشو گرفتن، گفتن یا محمد، من نمیشناسم، نمیفهمیدم پیامبر خداست. گفت تو ما سلام دادی؟ گفت بله. گفت بیا یک کار دیگه بکنیم. گفت چیه؟ گفت ما میخوام بازی شترها بکنیم. شتر نداریم، شتر ما میشه که بر پشت تو سوار بشیم و بازی شترها بکنیم. رسول معظم اسلام در جا زانو زد مثل شتر و بچه های کودک را صدا سوار بر کمر رسول الله، سوار بر منجیان بشریت، سوار بر فردی که رسول الله ذوالجلال میفرماید بعد از خدا بزرگ. توی قصه مختصر اقبال چه میفرماید در مدح رسول الله؟ در جهان آیین نو آغاز کرد، مسند اقوام پیشین در نود، در نگاه او یکی بالا و پس، بالا و پس برای او تفاوت نداشت، در نگاه او یکی بالا و پس، با غلام خیش بر یک خوان نشست، امتیازات نسب را پاک سوخت، آتش او این خس و خاصا خاشاک سوخت. از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، روز محشر اعتبار ماست او، روز محشر اعتبار ما رسول الله، روز محشر اعتبار ماست او، در جهان هم پردهدار ماست او. در جهان هم اگر ما مقدار آبرویی داریم، اون پرده حجاب رو بر روی ما رسول الله و اعمال نابشون کشیدن و این درس رو به اصحاب خودشون دادن. خلفای راشدین، دوران مدینه فاضله که واقعا تحقق یافت، دوران زرین و طلایی خلفای راشدین که جا دارد عقربه های تاریخ لحظه توقف بکنن و زندگی نامه این بزرگواران که دریای کتاب، دقیانوس علم و معرفت هستند، مورد بررسی قرار بدن. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه روزی در فنای مدینه، در گوشه های مدینه و نواحی شهر به عیادت مریضی رفتن، با مجازاتن اینترنت حضرت تناول بکنه که نامش دو امپراتوری بزرگ ایران و روم را به لرزه در آورده بود. امیر المؤمنین عمر بن خطابی که از روی منبر مسجد النبی به ساریه‌ای که در نهاوند ایران جنگ میکرد و متوجه کوه پشت سرش نبود، گفت یا ساریه الجبل، ای ساریه متوجه کوه باش. و به خدا قسم بدون تلفن و بدون بیسیم و شبکه‌های جهانی اینترنت، حضرت ساریه میفرماید صدای عمر بن خطاب را روز جمعه شنیدم. عمر بن خطاب میاد به عیادت مریض، فوراً غذا دست دارق داخل غذا میکند، در دهان اون مریض میگذارد.
لقمه بعد از لقمه دیگر امیر المؤمنین برمی‌دارد و غذا رو در دهان یکی از افراد رعیتش. اون فرد به گریه میافتد، میگه چرا گریه میکنی؟ میگه دنیا چه دنیای بدی شده. زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه که بیادتم میآمد، ضمن این که لقمه را برمیداشت، اول لقمه را میجوید، خورد میکرد، بعد از اون داخل دهان من میگذاشت. و امروز ای عمر بن خطاب تو لقمه ها را سالم داخل دهان من میگذاری. سروری در دین ما خدمتگری، عدل فاروقی و فقر حیدری است. آن مسلمانان که میری کردند در شهنشاهی فقیری کردند. اینها بودن اصحاب بزرگوار پیامبر خدا، اینها بودن حاملان وحی. حضرت عبدالله ابن عمرو بن العاص به عنوان آخرین قضیه خدمت سروران عرض بکنم که بین امیر و رعیت تفاوتی نبود. در دوران خلافت امیر المؤمنین عمر بن خطاب، عمرو بن العاص والی و استاندار شهر مصر بود. مسابقات شترسواری اونجا زیاد بود. فرزند عمرو بن العاص که عبدالله باشه اسمش، در یک مسابقه شترسواری باخت میده، برنده نمیشه. سوزش میاد به اصطلاح من و شما و قهرش میاد که چرا این از فرزند استاندار پیشه بگیره، لذا با چوب خودش محکم میزنه تو سر اون آقا. اون فرد میفهمید که قاضی و دادگاه عمر بن خطاب به این فیصله ها و به این دعواها رسیدگی خواهد کرد، این شکوایه ها رو گوش خواهد کرد. بلا فاصله سوار بر شتر می شود و از مصر راهی مدینه منوره و شکایت خودش را به سمع خلیفه مسلمانان و فرمانده کل قوا می رساند که فردی به نام عبدالله ابن عمرو العاص استاندار مصر چوبی بی جهت بر فرق من فرود آورده است. حضرت عمر بن خطاب بلا فاصله هما و میفرماید انتقام باش. عمرو بن العاص استاندار اونجا احضار میفرماید و در ملأ عام شمش میده دست و چوب را میده دست آقا و میفرماید انتقام خودت را بگیر. اسلام یعنی این. آیا حقوق بشر در اسلام رعایت میشه یا غیر؟ بله برادران عزیز، ما متاسفانه امروز ما مسلمانان قرآن رو از دست دادیم، آیین اسلام رو از دست دادیم. به همین خاطر به نواهای جاهلیانه بالاخره غربی ها گوش میکنیم. اقبال لاهوری چه میفرماید؟ قرآن شد خار از مهجوری قرآن شدی. یعنی اگر منی خار شدی، بدبخت شدی، به خاطر از قرآن و از آیین ناب محمد رسول الله رها شدی و ترک کردی. خار از مهجوری قرآن شدی، شکوه سنج گردش دوران شدی. به زنده به نام قرآن، تا کجا به نام قرآن، تا کجا در خاک میگیری وطن، رخت بردار و سر گردون فکن. یعنی اگر ما امروز بیچاره هستیم فقط به خاطر این هستیم که گرفتار طبیعت شدیم، گرفتار خواهشات مادی شدیم. بالاخره نمیخوایم ما مادیت و اقتصاد کشورهای ما از بین بره، اگر نه اگر ایمان بره اشکال ندارد. هر فرد پرستار طبیعت شده امروز، مردم همه بیرون ز شریعت شده امروز، اسلام گرفتار مذلت شده امروز، صدقم قرطی امت شده امروز. بهر معدو بهر خدا بال و پری کن، مردم عقبه شید و شر و شور گرفتم، دنبال نیو توتک و تنبور گرفتم، آیین زلالت همه دستور گرفتم، قرآن خدا را همه مهجور گرفتم. ای آیت حق بی خبران را خبری کن. علت ما این هست، علت بیچارگی ما. لذا ما باید به آیین خود ما اعتماد کنیم، ایمان داشته باشیم که اسلام ما، ایمان داشته باشیم که اسلام لیاقت رهبری جهان بشریت رو داره. استاد ندوی چه زیبا میفرماید وقتی که ما مسلمانان خود ما به ایمان ما اعتماد و ایمان نداریم، چگونه از ملل غرب میخواهیم که به ایمان ما ایمان بیاورد؟ چگونه از اونها میخواهیم که به اسلام ما اعتقاد پیدا بکنن وقتی خود ما نداریم، وقتی خود ما مسلمانان رسمی هستیم و مسلمانان اسمی؟ لذا ما باید انسانهای بسیار بزرگی هستیم و غیرت و اسلامی ما زمانی گل میکند که ما دست به قل هو الله بزنیم، دست عظیم الشأن بزنیم، اعلون تا دست به قرآن عظیم الشأن بزنیم. اقبال لاهوری آخرین شعرش رشته‌ای با لم یکن باید قوی، رشتت با لم یکن باید قوی، تا تو در اقوام بی همتا شوی، مؤمن و بالای هر بالاتری، غیرت او بر نتابد همسری، خرقه لا تحزنو اندر برش، انتم الاعلون تاجی بر سرش،
میکشد بار دو عالم دوش او، بحر و بر پرورده آغوش او. پیش باطل تیغ و پیش حق سپر، پیش باطل تیغ و پیش حق سپر. امر و نهی او عیار خیر و شر، لذا مسلمان است که عیار و معیار خیر و شر هست و عیار و معیار و مقیاس مدافعین حقوق بشر هست. امید آن که پروردگار عالم بار دیگر عزت از دست رفته مسلمانان را به مسلمانان برگرداند و مسلمانان این اتکای به نفس رو و اعتماد به نفس رو ایجاد بکند که بتوانند پرچم بسیار بزرگ لا اله الا الله رو بر فراز منابر تمامی مساجد جهان برافراشته بکند و پروردگار عالم سازمان به اصطلاح حقوق بشر رو، سازمانهای به اصطلاح بین الملل رو و رسیدگی به امور مردم، سازمانهای به قول معروف به اصطلاح ژنو رو پروردگار عالم اون حق شناسی محمد رسول الله رو عنایت بفرماید، حق شناسی اسلام رو عنایت بفرماید. و اگر پروردگار عالم این لیاقت و شایستگی رو نصیب اونها نکرده، خداوند متعال سازمان ملل رو به جهنم کده تبدیل بفرماید.